به نام یاد خدا. بار سلام خدمت شما محصولین عزیز، انشالله جور صحتمند بوده، لباس سفید بر تن داشته باشین. امروز میخوایم برای شما در مورد از اینکه چگونه میتوانیم به طور اتوماتیک یا به طور اتوماتیک چگونه میتوانیم که یک تیبل آف کانتنت ایجاد بکنیم. خب به خاطر این کار اولتر از همه ما باید چی داشته باشیم؟ عنوان داشته باشیم. به خاطر دیگه ما شما عنوان جور بکنیم راه های مختلف هست، اما آسان‌ترین راهش این است که میگیم که هیدینگ یک ایران به شکل هیدینگ یک قرار میتیم و همچنان عنوان بعدی ما رو هیدینگ یک مد نظر میگیریم و میبینیم که عنوان ما ترتیب شده. پس از او مییم در آخر صفحه اینجا کنترل انتر میگم و میگم که کنترل F9. کنترل F9 شما باید فشار بدین تا برای شما قوس باز شود. داخل قوس شما نوشته میکنین که تاک، یعنی مخفف تیبل آف کانتنت است. وقتی که دوباره تاک شما نوشته بکنین بعد F9 پرس بکنین برای شما تیبل آف کانتنت به طور اتوماتیک چی میشه؟ ایجاد میشه. خیلی به شکل ساده، به شکل آسان شما میتونید یک تیبل آف کانتنت ایجاد بکنین. انشالله مواد پسندتون قرار گرفته باشه.